تاجیکستان امامعلی رحمان روز 27 سپتامبر سفر کاریش به ولایت مختار کوهستان بدخشان را از بازدید از نویه درواز و اشتراک در چند مراسم از جمله مراسم افتتاح کارخانه های کرونا پلاست، میوه های بدخشان، تاج ات، بنای مرکزی عدلیه و میدانچه ورزشی به استفاده دادن یک قسمت شورای کولوب خوروخ کلمه چین از دهه یوگیت تا مرکز نویه درواز و گذاشتن سنگ اساس ساختمان راه درواز دروازه روشن اشتراک کرد. در مرکز نویه درواز که در مرز با افغانستان جایگیر شده است، با حضور امامعلی رحمان نمایش تکنیک حربی و پرد یا گذشت نظامی نیروهای قشونهای سرحدی، قشونهای خشکگرد وزارت مدافعه و کارمندان مقامات حفظ حقوق نیز برگزار شد. در این پرد بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت 2000 عسکر و افسر و 50 تکنیک نظامی اشتراک کرده است. گذشت حربی در ناحیه با افغانستان هم مرز درواز در پس منظر تغییر وضع حربی و سیاسی در آن سوی آمو برگزار شد. جنگجویان حرکت افراطی طالبان در ماه اوگوست در بین همگی 10 روز 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان از جمله پایتخت شهر کابل را اشغال کردند. دوشنبه سلطه طالبان را قبول ندارد و از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که به ضد طالبان می جنگد پشتیبانی می کند. در دوشنبه طرز دارند که مخالفین مسلح حکومت کنونی تاجیکستان اکنون با کمک طالبان می توانند در شمال افغانستان جای پا و پایگاه پیدا کنند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان چندین بار طالبان را ایدار کرد که بر وعده‌های خود عمل نکرد و افغانستان را دیگر باره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل داده ایستاده است. در پاسخ طالبان تاجیکستان را به دخالت در امور خود ایدار کرده گفت هر عمل عکس العملی دارد. این گروه تندرو اخیراً اعلان کرد که ده ها هزار از نیروهای ویژه از لشکر منصوری را در ولایت با تاجیکستان مرز تخار جابجا کرده است.